رادیوی فرهنگ گفتارهای خود را ادامه می‌دهد. السلام علیکم شنوندگان عزیز، در موج برنامه خوانش بدیع. دوستان عزیز، مخلصان قصه و حکایه های دلنشین، اینک به توجه شما گفتار 25 از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کورساد هیجا. مرحمت گوش کنید. و آمدند بیچاره ها از دهات دور و نزدیک و انبوه شدند و با آه و وا با تعجیل و تیلدهی جستند و یافتند و گرفتند خر و اسب و غله و بوخچه و پشم و پوست و روغن و نقدینه خود را و 3 دختر و 2 امرد را پیشکشی بردند نزد محکم، همچون تحفه و همچون عرض سپاس و منتداری و احترام و اعتراف که اکنون امیر ما شمایید، ما از زمین تا آسمان از شما منتدار، ما 1 عمر از شما قرضدار. و محکم به حالت افتاد که گویا در یک باغ خوشهوا بین گلها بود. ناگاه از گریبانش کشیدند و به عاقل بدبوی و افلاس تیله دادند. چی آدمانی هستید شما؟ آدم بودن خود را فراموش کرده اید. و خوشامدگویان را پیش کرد محکم. همین فعل خوشامدگویی و روح غلامی خواجه ها را خواجه کردند. از این فعلتان گردید، روحتان را دیگر کنید. و مقصد ما بنده ها را آزاد کردن است، نه آزادها را بنده کردن. خودتان را از هیچ کس کم نگیرید. شما از هیچ میر و بیک کم نیستید. می رویم قلعه بیک را می گیریم. و رفتند به نیت قلعه بیک را فتح کردند و در این بیکیگری حکومت خلقی، حکومت شورایی برپا نمودند. و در راه که تقریباً 7 کیلومتر بود، داوطلبان بسیاری از جمله آدمان جبر دیده و بیکارگردان گشنمز و سرهویان ماجراجو به شورشگران همراه شدند و شماره لشکر محکم به 3000 دکه خورد که 580 نفرش سواره و باقی مانده پیاده بودند. و اهل قلعه را واهمه فرا گرفت. رنگ رویشان پرید، از سولت و تکبر نشانی نماند و این آدمان حکمشان به صغیر و کبیر روا و فوکشان در آسمان به حال افتادند که موشی نیمرده را می ماندند و در تلواسه بودند که به کدام خفال سرخلانند. و بیک پناه برد به دین و آیین، به سلاح معتمد خواجه ها که عصرها باز کار فرموده و فایدهش را دیدند و خلق را مطیع نگاه داشتند. 1 ایشان و 4 مولای بانفوذ را که ریزه چین و جاروب دسترخانش هستند وکیل کرده نزد محکم فرستانید و به آنها وکالت داد که از نام او گویند. به محکم بای سلام و پیام، اما بعد مردم را جواب دهند به خانه هایشان روند. هر شرطی که دارند ما قبول میکنیم. هر کمبودی که از ما گذشت اصلاح میکنیم. من همه محبوسانی که محکم بای بیگناه میدانند آزاد میکنم. گناه همه آنهایی را که از خدمت نوکری گریختند و یا سرکشی کردند میبخشم. هر اندازه که هست و محکم بای آن را ناروا میداند بیکار میشود. من به محکم بای از امیر منصبی بی گرفته می دهم. و راه کشیدند وکیلان و بیک به حاکم حصار خبر فرستانید، از شورش و مدد پرسید
و هم در شهرچه در مرکز بیکیکاری غذا اعلان کرد و وکیلان را محکم خوش قبول کرد و عرضشان را آرامانه شنید و احترامشان را نگاه داشت و در خاتمه پاسخ داد: به جناب بیک بگویید که این مردم برای صدقه پرسی نه، برای دیگر کردن حکومت آمدند. میگویند که دور استثمار آدم از طرف آدم گذشت. اکنون حکم نامحدود بیک و میران را دیگر تحمل نمی کنند. کارد به استخوانشان رسیده است. آن کس دیگر حکم نامحدود ندارند که پیش دست خود جزا بدهند و یا ببخشند، انداز بربرند یا بیکار بکنند. زمان دیگر شد. خلق حکم و حکمیت را میگیرد. بزاری نه، بزوری میگیرد. آشتی خواهند، تسلیم شوند. و بیک تسلیم نشد. 47 نوکری که داشت و 170 نفری که به دعوت جهاد آمده بودند مسلح کرد و به جنگ درآورد. قلعه بیک مانند همه قلعه های امارت بخارا در بلندی بود و دروازه و باره داشت و 4 طرفش میدان خالی که جنبنده گذرد نمایان می شد و شورشگران نیت پنهان شدن و شینک گرفتن هم نداشتند. آنها از دو جانب یک باره به هجوم گذاشتند و سیل بهار در کوهستان بر این می آمدند. از باره های قلعه تیر کشادند و چند سوار و اسب کلپا رفتند و بین شورشگران سراسیمگی به عمل آمد. سواران به راست و چپ سری اسبها گردانیدند و پیاده ها در جایشان ایستادند، ولی صف ویران نشد و لحظه پس تیرپرانی از هر دو طرف سرعت گرفت و شورشگران توده تقسیم گردیده گرداگرد قلعه را پیچانیدند و جنگ تصفید و 2.5 ساعت دوام کرد و خدمتگاران به خواجه ها غالب آمدند. حکومت به دست خلق گذشت و شورای خلق محبوسان را آزاد کرد و منصبداران را که بعضیش تسلیم، بعضیشان در گوشه کهدان روز شدند و بعضیشان گریختنی بود، گرفتند و یافتند و داشتند و به حبسخانه فرستانیدند و نشستند و مجلس آراستند و انتخاب کردند. محکم همدم رئیس شورای خلق، اتمی دولت جانشین یکم، رجب اسمت جانشین و مجلس یکم شورا اولین قرارهایش را برآورد. اندازهایی که تا به امروز از زحمتکشان می ستانیدند از قبیل خراج پیشکی، زکات سبائیم، زکات چکنه، زکات توارع و امینانه را بی‌عدالتی دانست و بیکار کرد و همه حجت‌هایی که در قلعه بود چون نشانه جبر و ستم و چون باقی مانده دوران امیری برای حوالی برآورد و در پیش چشم مردم آتش زد و سوخت و برای حفظ قلعه 65 نفر از جمله شورشگران جدا کرده گرفت و اربابان رئیسان شورای جماعه تعیین کرد و به دیگران رخصت شد که روند به خانه هاشون و به مراد دل روزگار خود را سرشته بکنند. و اسحاق یک نفری که زورن به نوکری بردنی بودند و با شرافت شورش آزاد شد و به شورش شریک گردید، از جای نشستش از بین آدمان برخاست و 2 دست پیش برگرفت برای تعظیم. نمیدانم جناب گویم یا رئیس. زمانه چنان ناگهان دیگر شد که حالا عادت نکرده ایم. به هر نوع ما در این 2-3 روز لذت آزادی را چشیدیم. آدم بودنمون را حس کردیم. با راهبری شما، با شرافت شجاعت شما. هیچ بدی ندارد اگر پیش از به خانه ها رفتن یک آش شکرانه خوریم. همین گپ را گفتنی بودم و این گپ را همه حاضران معقول دانستند. خوب می شود. شکرانه کردن در کار. به این نمی شود. روزی مبارک است. و آش شکرانه
به معرکه کلان و با تنتنه تبدیل یافت. گاو و گوسفند، برنج و روغن، آرد و نان، قند و مغز، دیگ و طبق و کاسه، هیزم و تبری که در انبارهای بیگ بود بیرون برآوردند و در ایوانها و صحن حولی گلیم و نمد و پوستک و کرپچه های یک قد گستردند و با کاولها، قصابها، کندکفانها، علومانها، پزنده ها، چایجوشانها، دسترخواندارها پیدا شدند و دست و آرنج برزدند و قطار دیکای معرکه شناندند، در آشتانهای زمینی و سماوارها استوار کردند و به درجه اهلانه و با شوق مشغول شدند که اگر با دیگر مشکله های روزگار با چنین اهلی و همین شوق می چسبیدند، خدا شاهد که هیچگاه روی خاری و زاری را نمی دیدند. و آش شکرانه یک روزه آنچنان گرم شد و تصفید و وسعت گرفت و خرسندی و شادی و منتداری و سپاسگزاری به رهبران شورش و ترتیب نوی زندگی به درجه موج زد که 3.5 شب و روز دوام کرد و 3 شب و 3.5 روز دیکا از جوشیدن نماند و دسترخوانها خالی نشد و آش آمیدند، آب شوربا و آش اوگرا و چای کبود و خوردند گوشت بریان و گوشت دمپز و تنور کباب و پلاو و دانه کردند سیب و ناک و غولینگ و مایز و مغز بادام و رقصیدند و سرودند و گوشتین گرفتند و مسخره بازی کردند و فقط شراب نمی رسید، ولی همه بی شراب مست بودند، مستی غلبه و کیف حکومتداری که من بعد تقدیرشان به دست خودشان. و روز اول در آمد گپ 2-3 بار و در روز دوم 1 ساعت سحری و 1 ساعت بیگاهی و در روز سوم 1 ساعت دمی صبح، 2 ساعت وقت چاشت، 3 ساعت پیش از خواب، خیرد و فراست و غیرت و صلاحیت و آدمگری و خلق دوستی محکم بای را صفت کردند و ثنا گفتند و گاهی که باری نخست گفتند ما تا امروز مردمی بی پدر و بی صاحب بودیم، اکنون هم پدر و هم صاحب یافتیم، شما پدری ما، شما صاحبی ما. محکم آنچنان شرم کرد که خونی حیا تا گوشهایش دمید. عیب است گفتن این خیل گپ‌ها، نگویید این خیل گپ‌ها را، من هم شما بر این یک آدم، از شما نه کم و نه زیاد، غلبه کاری همه امون، دستی تنها کاری کرده نمیتواند. با حاضران بس نکردند، باز گفتند همان گپ‌ها را، ولی با فاصله، دم گرفته از خوردن، آشامیدن و رقص و سرود و تماشای گوشتینگران فارغ که شدند به تعریف و توصیف محکم بای دهان می‌گشودند. شکر خدا 100 بار شکر که پروردگار هر دو عالم به ما شما بر این فرزند داده است. شما نظر کرده خدا نظر نکرده باشد، آدم دلال بازار نمی شود. چه حاجت به این مرتبه ها؟ شما به این تاریکستان نور آوردید، عدالت آوردید، دست ستمگران را کوتاه کردید، دست افتادگان را گرفتید. و اکنون محکم را خجالت پخش نمی کرد. اندکی ناراحتی در باطینش بود، ولی در روز دوم آن آرام گرفت و در روز سوم اعتمادش به خودش افزود و از مداحان هر کدام شیرین گفتار باشد دعوت کرده بالاتر می آورد و به خود نزدیکتر می شنانید و فروتنی نشان می داد. این غلبه خلق است، غلبه ستمکشان به ستمگران. و تدریجاً گوش و هوش محکم به ثناگویی های حاضران عادت کرد و آن خجالت ها و ناراحتی های باطنی که قبلا داشت در کدام یک گوشه نیمبیداری معنیش فرو رفت و از طعم های رنگارنگ با رغبت و اشتها خورد و شوق وزگوییش بالا گرفت.
در همین عمر کوتاه همان سختی های بسیار دیدیم. شتته هم خوردیم. در عقبگاه فرانت عذابی گر را کشیدیم. بیگناه گناهکارمان کردند، پس زدند، لغت زدند، یافتگیمان را کشیده گرفتند، ما را لوچ کردند و خودشان پوشیدند، ما را گرسنه گذاشتند و خودشان خوردند. چه روزهایی که از سر گذرانیدیم. اکنون همه‌اش پشت سر شد. اکنون ما آن آدمانی نیستیم که دیروز بودیم. اکنون میرعزیز جان، پرده تنبور را دیگر کن. دیگر سرودهای غریبی و شکایت از تقدیر نخوان. اکنون تقدیرمان به دست خودمان. سرودهای خوش خوان، با شوق و ذوق خوان. تو دولتعلی رو از همان چشمه‌ای که بیگ آب می‌خورد آب بیار. اکنون از آب آن چشمه ما چای می‌خوریم. و آن روز و آن شب سخنگویان خواه 3-4 جمله گویند و خواه نیم ساعت وعظ، سری هر جمله نام محکم به زبان گرفتند که با سروری خردمندانه شما ما به این روزهای نیک رسیدیم. پی هم شنیدن نامش و آهنگ منتداری و سپاسگزاریش می‌فارید به گوش محکم و بدنش قوت گرفت و این قوت در پوستش نغنجید و سپارش داد که بزم بی گوشتین نیم بزم است و معرکه گوشتینگیری آراستند و هر پهلوان که از میدان غالب می برآمد محکم گمان می کرد که همان زور خودش است و به زور خودش ایمان آورد و نشست و خیست و نگاه و اشاره و کتف و بازویش به درجه دیگر شد که از آن محکم پیشتره دیگر نشان باقی نماند. با وقار و صلابت می نشست و می خیست و آمیرانه و کلامگیرانه می نگریست برای آدمان و اشارهش حکم فرمان داشت و کتفانش بالا خیست، بلند شد و بازوانش گویا از پولاد بودند و کسی در سخنش نام او را نگیرد به دلش سخت می رسید، زیر چشم می کرد و در خاتمه جشن غلبه بوسکشی رئیس گذرانیدند و رئیس به بهترین چاو اندازها تحفه داد که خوردش شتر بود و کلانش منصب در حکومت خلق و جشن به آخر رسید. آن همه ناز و نعمتی که از منصبداران سابق به مصادره گرفته بودند صرف شد و راهبران به مصلحت نشستند که حاکمیت را گرفتیم، جشن غلبه را گذراندیم، من بعد چی کار خواهیم کرد؟ و بعدی گفتگوزار بسیار معلوم شد که حکومت را گرفتن آسان، سرشته کردن دشوار. همه خلق برابر راهبر شده نمی تواند. راهبران که انتخاب شدند سابقه کاری ندارند، تجربه راهبری ندارند. در ریاست حکومت آدمانی با تجربه در کار، آدمانی تجربه دار در حبس خانه، با آنها مراسا کردن لازم برین و مراسا کردن قاضی، مفتی، خزیندار، خانسالار و آخرسالار را از حبس خانه برآوردند و در جای خودشان ماندند که شما هم از بین همین خلق برآمده اید، خدمت همین خلق را کنید و آنها راضی شدند. سپارش از شما، خدمت از ما. ما همه امان بنده خدا و در نزد خدا همه بندگان برابر و به یکدیگر برادر. انشاءالله با هدایت شما برای برابری و برادری خلق هر کاری که فرمایید کوتاهی از جانب ما نمی شود. و حکومت خلق اولین قرارهایش را برآورد. یکم انداز امینانه و زکات‌های چکنه و شوارع از امروز به بعد بیکار اعلان شود. دوم خراج در 1 سال 1 بار بعد غنداشتن حاصل با حساب کتاب انیق گرفته شود. سوم کسی حق ندارد که کسی دیگر را آزار دهد. اگر آزار دهد به جزا گرفتار می شود. و ارباب تعیین کردند به هر یک دهه از جمله فعالان شورش و خاصه شخصانی که در این روزها نام محکم را بیشتر به زبان آوردند. و بعد 1 هفته حکمرانی حاکمیت خلق
مفتی خانسالار با همراهی خزینه‌دار به قبول رئیس رفتند. آوازه غلبه شما تا به بخارا رسیده است، خبر داد خانسالار. امیر البته در تهلکه و تشویش، ولی فقرا خرسند. در دهان خرد و کلان نام شما و کارزار شما، همه در آرزویی که شما بر این راهبر یابند و روی آزادی را بینند. از جمله دهه های دهان دره 9 دهه همشان مصلحت کردند که به ما همراه شوند. صدقاً به اطاعت شما آمدنی هستند، لیکن راه و روشش را نمی دانند. آدم فرستاندند که مردان با آبروی این دهه ها فردا در مسجد شاهنظر جمع می شوند. خواهش و التماس کردند که شما همانجا روید، با آنها صحبت بکنید، عرض سپاس و صداقتشان را شنوید، راه به حکومت خلق پیوستنشان را نشان بدهید. و مفتی و خزینه‌دار این مطلب را تصدیق کردند، با بالا بردارش البته. و محکم دعوت را فعلی نیک دانست و رفت به نزد طلبکاران که راه حکومت خلق را نشان دهد. و تا مسجد شاهنظر قریب 4 فرسنگ راه بود و تابعیت به بیکیگری دیگر داشت. راه کوهستان شخ در گردش شخ، نشیب اندر براز لبلبی آبی رود، کج و کلیب، سنگزار، جرهای خرد و کلان، پلهای چوبین جا تخته ها پوسیده. و محکم و 12 نفر عسکرش بعد نماز پیشین به اینجا رسیدند و کسی آنها را پیشواز نگرفت و در حوالی مسجد کسی نبود، نه آدمانی با آبرو و نه آدمانی بی آبرو. فقط صوفی مسجد در کنج ایوان پینک می رفت و او از آمدن سواره های مسلح ترسید و حیران هم موند که ها باشند. و بعدی فهمیدن که اینها کیستند و برای چی آمدند، به حال اصلیش برگشت. هیچ کسی از دیگر دیه ها به اینجا نه آمده است. 7-8 نمازخوان از دیه خودمان بودند که نمازشان را خوانده رفتند. خوش، چی راست استاده ایم؟ از راه دور آمدیتان مرحمت به ایوان. و از ایلش گذران که حکومت شورای خلق، کسی که عقل دارد به این افسانه باور نمی کند. و بیگاهی همان روزی که محکم به طرف مسجد شاهنظر راه پیش گرفت، خانسالار ادهم را خانه قاضی به مهمانی برد و ضیافتخوری تا تاریکی شب دوام کرد و نام شمایان، نام شما و محکم بای در تاریخ ماند. نام شمایان را مردم ستم دیده و بیچاره و درمانده هیچ وقت فراموش نمی کنند. ما هم قطار مردم شب و روز دعای جان شمایان را می کنیم. بر این سخنها بسیار گفتند و از حوالی با تعظیم و دستفشاری گسیل کردند و 5 دقیقه پس در خمگشت تنگ کوچه 3 نفر خانسالار و دستیارانش یک باره به سر ادهم هجوم آوردند و پخش کردند و به سرش با سنگ کوفتند و به گلویش خفه دوک انداختند و به قلعه آمده بیک و شریکانش را از حبسخانه برآوردند. و رجب از حادثه واقف گردید و گریخت و شورای خلقی بعد حکومتداری 15 روزه همون شب برهم خورد. و فردا این خبر به محکم رسید. محکم در خسار بیگنشین از پی تفتیش بود که اختیاریان در کجایند و اگر نیستند این گپی دروغ در کجا از کجا پیدا شده است و غرضشان چی بوده است.
و همان شب محکم با یارانش در مسجد شاهنظر خواب کردند و روز دیگر امیدوار شدند که آدمان با آبروی دههای این دره امروز می آیند و عرض وجود کردن حاکمیت شورایی خلق را مبارکباد می گویند و عهد می کنند و با آنها همراه می شوند و این شورش آهسته سکین سرتاسر امارات بخارا را فرا می گیرد و خلق از ستمگران خلاص می شود و به مراد و مقصد چندین عصرش می رسد. ولی وقت می گذشت و از آمدن کسی درک نبود و محکم از پی تفتیش شد که اختیاریان و خواهشمندان برای چی نآمدند و این گپ از کجا پیدا شد و راست بود یا دروغ و غرضشان چی بوده است؟ شما گفتاری 25 را از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوساد هیجا شنیدید. کارگردان عزت الله جان محمد، صدا بردار خانبیبی ایرگش، گوینده قطبیه اکرامی. انجامی خوانش بدیعی. خیر، تنسیت و خانه آباد باشید.